سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با ویدیوی جدید. همونطور که رو تامنیل دیده بودید قراره 3 تا اتچمنت بهتون بدم که این سیزن نفر یک لیدر بورد مولتی مال خودتون باشه. فقط بگم یه دونه اتچمنت دیگه هم هستش، اون خیلی خاصه، اون همه لیدر بورد تقریبا از اون گان استفاده میکنن. اونو گذاشتم انشالله برای ویدیوی چند روز دیگه انشالله. الان 3 تا اتچمنت فعلا بهتون میدم. یا خیلی اوکی، یعنی میشه گفت بافترین گانای مولتی میسیزن. بعد سبکن، میفهمید؟ یعنی نه گان روون چیدم گانا رو. و تا آخر ویدیو حالا هستش، لایک فالو کامنت یادتون نره، حمایت کنید. هر روز ویدیو آپلود میکنیم، کانال رو ساب کنید. گفتم فالو اشتباه گفتم، ببخشید. لایک، ساب، سنگوله یادتون نره، کامنت هم بذارید. هر روز قراره ویدیو آپلود کنیم. ویدیوی قبلیمون رو که دیدید دیگه شانس رو دیدید. 3 تا اتچمنتی که گذاشتم خیلی کنم، مخصوصا آخری آقا امتحان کنید با من. مثلا اگه بعد با من آقا بیاد کامنت ها فوش بده. ببین چقدر دارم تضمین میکنم. دومی هم اوکیه، اولی هم که دیگه اصلا حرف نمی‌زنم. اولی یکی از بهترین رایفل بیشتر مثل SMG دیگه. خب اگه تو الان بازم داری ویدیو منتظر اتچمنت آخری، لایک، کامنت، ساب، زنگولرم بزن، چون گانه اصلی رو قراره انشالله تو روز دیگه آپلود کنیم ویدیوشو. کانال رو به دوستاتون هم معرفی کنید که ویدیوهای خفن تو داره. آقا من خواستم گیم پلی بتل براتون بگیرم. آقا اسکرین ریکوردر رو روشن کردیم، رفتیم دیدیم لگ وحشی، اصلا هیچ چی نمیتونستم ببینم. گفتم آقا مولتی چون لگش کمتره هم مولتی براتون میگیرم. گیم پلی بزنیم تا ایشالا یه فن بخرم با این گوشی خفن براتون. این رو دیدی؟ اوه. خب آقا این هم اتچمنت آخر بردارید. لایک، کامنت، سابیاتون نره. خداحافظ.